برگزار گردید. گزارش در این باره. طبق نقشه چورابینی‌های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شمسین شاهین در یکجایی با شعبه معارف ناحیه بخشیده به سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزاری روزهای درهای کشاد سلسله چورابینی‌های حربی وطندوستی و ورزشی و سالمگردانی دوام هفته سپری گردیده به نقشه گرفته شده مرحله به مرحله راهاندازی گردیده ایستادند. همین گونه یک چورابینی محتشم تحت عنوان سربازی وطن با اشتراک مؤثرین مکاتب میانه و جوانان سنی دعوتی در یکجایی با افسران و سربازان دیدبانگاه خیرمنجای قسم نظامی 0308 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. تشریف جوانان به قسم‌های نظامی، دیدن نمودن از شرایط بودوباش و افسران و سربازان و برگزار نمودن مسابقه‌های یکجایی در روزهای تجلیل تأسیسیابی ارتش ملی به حکم عنعنه درآمده به این وسیله نسل نوروز به تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و در روحیه وطنپروری تربیت می‌یابند. یادرس می‌شویم که طی سال‌های اخیر در نتیجه برگزاری چنین همایش‌های وطنپرورانه ناحیه شمسین شاهین پیش از مهلت از اجرای نقشه دعوت برآمده نورسان و جوانان را طریق برگزاری چنین همایش‌ها به صف قواهای مسلح سفربر می‌نمایند. ما امروز با دیدبانگاه سرحدی دهه خیرمنجا آمده از جای زیست سربازان شناس شدیم و من به جوانان پیشنهاد میکنم که بعد از ختم مکتب میانه به صف قواهای مسلح رفته برای وطن خود صادقانه خدمت کنند. در نزد خود مقصد گذاشتیم که بعد از ختم مؤسسه با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده با خلق وطن خود صادقانه خدمت نماییم. در جنبست روزی درهای کشاد که همساله در عرفه تجلیل روز ارتش ملی راهاندازی میشوند با افسران و سربازان و خوانندگان سنی دعوتی که در مسابقه های تشکیل نموده بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شرکت ورزیدند سرفراز گردانیده شدند. در ادامه روز گروه دیگری جوانان سنی دعوتی با قسم نظامی 0308 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تشریف آورده در مسابقه های حربی ورزشی از جمله گذشت نظامی، فوتبال و والیبال و زنبرداری، نمایش مشق‌های تاکتیکی و دیگر همایش‌ها اشتراک کردند. مسابقه‌های تشکیل نموده دستاندرکاران از نمود فوتبال و والیبال، دستخوابانی و وزنبرداری، همچنین ششکه و شهمات و دیگر نمود ورزش بهره جوانان و نوازکاران جالب و خاطرمند جریان گرفت. در فرجام چورابینی دسته‌های غالب و اشتراکچیان مسابقه به طور انفرادی و دستوی از طرف مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، بخش کار با جوانان و ورزش و همچنین شعبه معارف با تحفه‌های خاطروی، لوازمات ورزشی و افتخارنامه‌ها قدرشناسی کرده شدند. اطلاع داده شد که چنین همایش‌های فرهنگی و ورزشی و حربی و وطندوستی در حدود جماعت و دهات ناحیه با اشتراک وسیع نورسان و جوانان ادامه می‌یابند.